عرض سلام و احترام دارم حضور شما علاقمندان به تاریخ و فرهنگ سرزمین لر بختیاری، آرامستانی که همکنون در حال تهیه گزارش از وضعیت اسفبار خفتگانی که در این مکان روی در نقاب خاک کشیدند جایی نیست جز منطقه امامزاده بابا زاهد قلعه‌زراست از توابع شهرستان همیشه سرسبز اندیکا. اینجا مزارگاه دلاور مردانی است که در روزگار خود این شایستگی را داشتند که بر روی قبورشان شیر سنگی یا همان برد شیر بگذارند و امروز با گذشت بیش از 300 سال از عمر این برد شیرها متاسفانه به دلیل فرسایش و تابش آفتاب در حال نابودی هستند. به هر حال این شیرهای سنگی بخشی جدای ناپذیر از تاریخ یک قوم بزرگ هستند و از همین جا از مسئولان میراث فرهنگی خوزستان میخواهم که هر چه سریعتر نسبت به تعمیر و مرمت و سایبان کردن قبور تاریخی این بزرگان اقدام نمایند. با تشکر، هوشنگ فرجی.